سلام به همه شما که توی این بررسی دقیق با ما همراه هستید. اول از همه یه تشکر خیلی ویژه از دوستانمون موجی تریدر و مجتبی عزیز که منابع این بحث رو برامون تهیه و تدوین کردن. امروز می‌خوایم بریم سراغ داستان یه معامله‌گر زن تو بازار فارکس به اسم نهال. داستانش واقعا شنیدنی و پر از درس. ما یه مصاحبه ازش داریم و می‌خوایم نکات کلیدیشو با هم بکشیم بیرون. خب از کجا شروع کنیم؟ از یه رویای بظاهر ساده. نهال دانشجو بود، توی یه فروشگاه هم کار میکرد، یه سری نمودار تو اینستاگرام دید و گفت منم میخوام روزی $100 در بیارم. فقط همین. آره، این نقطه شروع خیلیاست. یه جرقه، یه تصویر جذاب از سودهای راحت توی فارکس. ولی خب مسیر اصلا به این سادگی ها نیست مگه نه؟ دقیقاً. اولین قدمش هم ورود به یه پلتفرمی بود به اسم IML. شنیده بود که یعنی بهش گفته بودن میتونی تو 6 ماه پدر و مادرتو بازنشسته کنی. یه همچین وعده‌هایی. وای، این وعده ها خیلی ها رو همینو جذب میکنن. ولی نهال زود فهمید که اینا یعنی واقعی نیست. فقط داشت پول عضویت میداد و عملاً هیچی یاد نمیگرفت. آره، این تجربه تلخ اولیه خیلی مهمه. نشون میده چقدر باید حواسمون به این وعده‌های پوچ باشه و دنبال آموزش درست بگردیم. دقیقاً، انتظارات واقع بینانه از همون اول خیلی حیاتیه. اما داستان یهو یه پیچ تند خورد. سال 2020 دوران کرونا. نهال یه تصمیم خیلی بزرگ گرفت. کارش رو ول کرد که تمام وقت بشینه پای معاملات. اوه چه ریسکی. آره، و خب متاسفانه نتیجهش خوب نبود اولش. یه بدهی سنگین 30 تا 35 هزار دلاری بالا آورد. خودش میگه علتش ذهنیت اشتباهش بود. مثل قمار نگاه میکرد به ترید. و همینطور بی‌حساب از کارتای اعتباری استفاده میکرد. فکر کن 30-40 هزار دلار بدهی. این فشار روانیش وحشتناکه. وقتی اینقدر بدهی داری و داری ضرر میدی، اصلا چطور میتونی منطقی تصمیم بگیری تو بازار؟ دقیقاً، سوالم همینه. ببین، اینجور وقتا ترس و طمع دیگه کنترل رو از دستت میگیره. میخوای سریع جبران کنی، ریسکای بزرگتر میکنی، اشتباه پشت اشتباه. اینجاست که میفهمیم مدیریت ریسک یعنی چی. یعنی قبل از ورود به معامله بدونی چقدر میتونی ببازی و مهمتر کنترل احساسات. اون ذهنیت قمارگونه‌ای که نهال میگه دقیقاً یعنی از دست رفتن همین کنترل. ولی خب نهال اینجا تسلیم نشد و اینجاش واقعا قابل تحسینه. دوباره یه کار پیدا کرد، دورکاری بود، هم کار میکرد هم ترید. همزمان خیلی سخته ها. آره، و با یه ریاضت اقتصادی خیلی شدید میگه حتی ماشینش رو فروخت، تو 6-7 ماه کل اون بدهی رو تسویه کرد. واقعا دمش گرم. این یعنی اراده فولادی. آره، و انگار همین دوره سخت یه جورایی شد سکوی پرتابش. شروع کرد به ساختن نظم و انضباط تو زندگیش و تو تریدش. این ارتباط بین نظم شخصی و نظم تو معامله‌گری خیلی جالبه. نهال به چیزای ساده‌ای مثل خواب منظم، ورزش اشاره میکنه. اینا انگار پیش نیاز ذهنی و جسمی برای موفقیت تو تریده. درسته. حسبیدن بهش به علاوه یه ژورنال نویسی. یعنی چی؟ یعنی ثبت دقیق معاملات و بررسیشون. آها، ژورنال نویسی؟ آره، میگه یه ابزاری مثل تریدزلا خیلی بهش کمک کرد. با بررسی ژورنال فهمید الگوی رفتاری اشتباهش چیه. مثلا میدید هی داره زود وارد معامله میشه، عجله میکنه. پس مشکلش رو پیدا کرد. دقیقاً. و از اون طرف فهمید کدوم استراتژی‌ها براش سودده‌ترن، مثل معامله در جهت روند اصلی بازار یا توجه به سطوح کلیدی قیمت. چیزایی که قبلا شاید بهشون دقت نمی‌کرد. یه نکته دیگه هم که نهال اشاره میکنه اینه که به عنوان یه زن مسلمان تو این فضا که خب بیشتر مردا هستن، گاهی احساس تنهایی و تفاوت میکرده. قابل درکه. ولی مهم اینه که نذاشته این حس یا نگاه احتمالی دیگران جلوش رو بگیره. پیامش هم به دخترای جوان همینه. فقط شروع کنید، نترسید و به خودتون ایمان داشته باشید. این فوق‌العاده است، این قدرت تاب‌آوری، این که فارغ از قضاوت بقیه یا شرایط محیطی روی هدفت متمرکز بمونی. این خودش یه مهارت اساسیه، نه فقط تو ترید، تو کل زندگی. و یه نکته خیلی جالب دیگه از حرفاش. میگه وقتی بالاخره به سودآوری مستمر رسید، اون حس غرور و تکبری که شاید انتظار میره سراغش نیامد.
پس چه حسی داشت؟ بیشتر حس قدردانی داشت، حس فروتنی و یه جور امنیت خاطر. انگار فهمیده بود معامله‌گری یه مسیر بی‌پایانه و همیشه جای پیشرفت و یادگیری است. ببین چه نگاه پخته‌ای. این نشون میده موفقیت واقعی میتونه آدم رو متواضع‌تر کنه، نه مغرور. یه درک عمیق‌تر از مسئولیت و شکرگزاری. خیلی قشنگه. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی از توصیه‌های کلیدی نهال برای تازه‌کارا داشته باشیم، 3 تا نکته اصلی رو میگه. اول، یه استراتژی معاملاتی رو انتخاب کنید و بهش پایبند بمونید. هی از این شاخه به اون شاخه نپرید. کاملا موافقم. این خیلی مهمه. دوم، اصول فاندامنتال رو یاد بگیرید. یعنی بفهمید چه چیزهایی قیمت رو تو بازار تکون میده. اخبار اقتصادی، سیاست‌ها و غیره. آره، چون تکنیکال خالی کافی نیست. باید بدونی پشت این حرکات قیمت چیه. و سوم، و شاید مهمتر از همه، روی روانشناسیتون خیلی کار کنید. یه زندگی متعادل خارج از چارتا داشته باشید. به جسم و روحتون برسید. دقیقاً. این 3 تا مکمل همن. استراتژی و فاندامنتال بدون روانشناسی قوی لنگ میزنن. برای اینکه بتونی طولانی مدت تو این بازار بمونی و فرسوده نشی، هر 3 تاش لازمه. پس در نهایت داستان نهال چی به ما میگه؟ میگه معامله‌گری یه کار فوق‌العاده سخته که نیاز به نظم آهنین، تحمل شکست، یادگیری مداوم و یه نقشه راه دقیق داره. بله. و مهمتر این که نشون میده حتی از دل شکست‌های خیلی بزرگ و بدهی‌های سنگین هم میشه دوباره بلند شد و راه موفقیت رو پیدا کرد. و حالا یه سوال برای شمایی که دارید گوش میدید. یکم فکر کنید. به نظرتون چقدر از موفقیت نهال، جدا از تکنیک ها و استراتژی هاش، نتیجه اون تحول درونیش بود؟ اون روبرو شدن با دهی، ساختن نظم از صفر، مدیریت ترس. حالا از خودتون بپرسید. کدوم جنبه از ذهنیت شما میتونه بزرگترین اهرم و کمک برای رسیدن به اهدافتون باشه؟ حالا چه تو معامله گری، چه هر هدف دیگه‌ای تو زندگی. خیلی ممنون که تو این بررسی همراه ما بودید.